صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است. این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنی می کشد. روز 9 ایول نیز بر اثر حمله‌های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی، تنها در حمله‌های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنژال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله‌هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پرره جانبداری می‌کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم‌های علاوه‌ای کرملین را به قبول آتش بس وادار می‌کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد. میخوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع میپیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست میدهند. جوانان کشته میشوند. دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر میفرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.